ملائکه میپرسیده است ای انسان، تو میدانستی که همین دوزخ هست؟ میدانستی که این گونه عذابهای رنگارنگ هست؟ آیا در بین شما کسی نبود که شما را خبر دهد؟ آیا در بین شما یگان پیغمبر یا یگان عالم و داملای وجود نداشت که شما را از دوزخ خبر دهد؟ آیا شما اینو نشنیدین؟ این دوزخی ها چی میگویند؟ میگوید مثل که خجالت زده، مثل آدم شرمنده سرها پیش خود و میگفتند کلما القی فیها فوج سألهم خزنتها الم یأتکم نذیر قالوا بلی قد جاءنا النذیر. گفتند بله بود در بین ما، بود شخصانی بود که ما را از دوزخ خبر میداد، لیکن ما در عوض خبر اونها چیکار میکردیم؟ فکذبنا و قلنا ما نزل الله من شیء. میگفتیم اینا دروغ میگویند. برادرای عزیزی که قرآن خونده نمیتونیم با زبان عربی، اینا با ترجمه تاجیکی و همچنین با حرفای کریلیکی طرز خوندن قرآن. اینا بسم الله الرحمن الرحیم، به نام خداوند بخشنده و مهربان. هم زبان عربی قدی نویسه، هم با زبان کریلیکی طرز خوندنش، هم ترجمهش هست. انا اعطیناک الکوثر وصل لربک وانحر. اینا یکم آیت به درستی که ما تو را کوثر عطا کردیم. یکم آیت نیم انا اعطیناک الکوثر. هر یک آیتی که میخونه ترجمهش هست، هم با زبان عربی نویسه، هم با زبان کریلیکی نویسه، هم ترجمهش با زبان تاجیکی است. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. والصلاة والسلام على من بعثه رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه والتابعين إلى يوم الدين. السلام علیکم حاضرین محترم، برادران خیلی عزیز و گرامی. اولا همه شما را به این روز سید تبریک و تهنیت میگویم و از پروردگار خواهان هستم که این برکاتی روز را به همه شما نصیب بگرداند و خداوند تا جمعه آینده هر یک عبادتی که از شما به وجود می آید با تمام اجر و پاداشش در نامه اعمالتان خداوند کتابت بفرماید و تا این جمعه آن عبادت ها و آن طاعت هایی که شما انجام دادید خدایا آنها را هم به درگاهت مقبول بگردانی. خدای مهربان در دل این قوم، در دل این جمعیت ما محبت ذات خودت را، محبت حبیبت را، محبت اسلام و قرآنت را همیشه نگهدار. و خدایا عزت و شرف این قوم و جمع ما را هم در دنیا و هم در آخرت خدایا بلند بگردان. و خدای مهربان از همه خجالت ها و از همه شرمندگی ها و از همه عذاب هایی که در روز قیامت و در داخل قبر است خدایا این جمعیت ما را از این آفت ها نجات بده. خدایا این مملکت ما را همیشه آرام نگه بدار. خدایا سروران دولت ما را و تمام آن بندگانی که برای بهبودی این سرزمین کوشش ها دارند خدایا ایشان عمر دراز و عاقبت بخیر نصیب بگردانی. آمین و رب العالمین. الحمدلله که ما دو جمعه در اطراف
سوال هایی که از شما بود جواب گردانیدیم و از بس که سوال ها خیلی زیاد خواستیم این جمعه را هم با سوال و با جواب انجام دهیم و جمعه آینده خدا خواسته باشد و اگر به ما و شما مهلت دهد و حیات باقی باشد در اطراف فضیلت زکات من صحبت دارم. اینم گویم به تکلیف بعضی از برادرانی که در این مسجد ما و بیرون از این مسجدن از ما درخواست کردند. انشاءالله ما جمعه آینده اطراف این موضوع صحبت میکنیم. و جمعه گذشته اگر یادتان باشد ما چند آیت های از سوره مبارکه حاقه را برای شما تحلیل کردم که این قصه قرآنی هست که دادن نامه اعمال به دست راست و دادن نامه اعمال به دست چپ بود. و جمعه گذشته کسانی که نامه اعمال را با دست چپ گرفتند و کسانی که ایمان کامل نداشتند یا کسانی که در برابر اسلام و ایمانداریشان چنگ به گناه زدند و از پروردگارشان نترسیدند و کسانی که مالدار و ثروتدار بودند حق خدا را جدا نکردند، اینها را نامه اعمال وقتی که با دست چپ داده شد و اونها در کدام عذابها روبرو شدند. الحمدلله که جمعه گذشته من در اطراف این صحبتی داشتم و برای شما خبر دادم که وقتی که این گیرنده های نامه اعمال با دست چپ وقتی وارد دوزخ می شوند، وقتی که اینها را در دوزخ پرتافته می شود، برای اینها چی طعام بود و برای اینها چی شرابی هست خواستم این جمعه برای شما تحلیل کنم و برای شما از آیت های قرآن و احادیث های رسول اکرم برای شما بیان کنم. لیکن وقتی من اطراف این موضوع تماشا کردم اینا در یک جمعه و دو جمعه من برای شما بیان کردن نمیتوانم، زیرا خیلی یک موضوع وسیع در اطراف طعام دوزخی ها و نوشاکی های دوزخی ها در قرآن وجود دارد. لیکن کم هم که باشد من یک کمی برای شما خبر میدهم، لیکن انشاءالله در یگان سوال و جواب من برای شما شاید که باز زیادتر در اطراف نوشاکی ها و طعام های دوزخی ها خبر دهم. البته از جمعه گذشته خیلی معلوم است که دوزخ چی جای پرهیبتی بود، چی جای دهشت، چی جای عقوبت. و این گونه بود که حبیب خدا در حدیث مبارک فرمودند اینی ارا ما لا ترون. ای امتان من، ای بندگان خدا، ای پیروان قرآن، ای کسانی که در دنیا نام اسلام و نام مؤمنی دارید، اینی ارا ما لا ترون، میبینم آن چیزی را که شما نمیبینید. میبینم. حبیب خدا گو من مشاهده میکنم، من میبینم آن چیزی را که افسوس چشمهای شما باید دیده نمیتواند. چگونه که در شب معراج حبیب خدا دوزخی ها را دید، عذاب دوزخ دید. حتی میگوید وقتی من به نزد یک تنور رسیدم، امروز ما و شما چکدان میگوییم، وقتی به نزد این تنور رسیدم از داخل این تنور یک آواز، یک صدای دردناک می برآمد. اعلاه ضیق، این تنور میگوید بالاش بسیاری بسیار تنگ بود، لیکن اسفله واسع، لیکن پایانش بسیار گشاد بود. چگونه ای که امروز همون تنورهایی که ما و شما نان میپزیم که بالاش
بسیار تنگ است و پایانش گشاد است. به همین منزله میگوید یک منظره را در دوزخ دیدم که داخلش بسیار عذاب داشت. وقتی که ما نزدیک این تنور شدیم، در داخل نگاه میکنم که مردها و زنهای عریان وجود داشت و وقتی که از پایان آتش می آمد به نزدیک اینها داد می گفتند، با تمام آواز صدا می زدند. وقتی این آتش کاری خودش انجام میداد، اینها را عذاب میداد، باز آتش که پایان میرفت باز خاموش می ایستادند. حبیب خدا گفت میبینم آن چیزی را که شما نمیبینید، دیدم آن چیزی را که شما ندیدید. خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه ثم في سلسلة زرعها 70 ذراعا فاسلكوه انه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام الا من غسلين لا يأكله الا الخاطئون. برداشتن اونها را، بردن اونها را ما و شما از جمعه گذشته فهمیدیم چگونه می بردن، چگونه می پرتافتن، چگونه برای اونها عذاب می دادن. از اینها ما و شما آگاه شدیم. آمدیم به جایی که ولا طعام الا من غسلین لا یأکله الا الخاطئون. به جای رسیدیم که وقتی که اونها را در دوزخ که می پرتافتند، وقتی اون بلندی که من برای شما جمعه گذشته خبر دادم که یک سنگ پرتافته شد، 70 سال این سنگ به قعر دوزخ رفته رسید. وقتی این دوزخی، این گناهگار وقتی پرتافته می شده است، وقتی به این قعر دوزخ که می زده است، افسوس که در اونجا پشیمان می شود. دیگر پشیمانی در داخل دوزخ هیچ فایده ای ندارد. اگر شما نظر کرده باشین، سوره ملک ما و شما تبارک میگوییم، همینه که بالای قبرهامان میخوانیم. وقتی همین نظر میکنیم میگوید اذا القوا فیها سمیعوا لها شهیقا وهی تفور. هر وقتایی که دوزخی را در دوزخ پرتافته می شود، لها شهیقا وهی تفور، پروردگار میگوید دوزخ آوازش به آواز خر مانند است، مثل خر فریاد میزد است دوزخی را که میدید است. چگونه ای که مفسرای قرآن میگویند به نزدیک یک خر وقتی که یک مشت جو نزدیک میکنی که یک حرس دارد، وقتی دوزخ هم که طعام خودش میدید است، وقتی دوزخی که گویم نماینده خودش دوزخ که میدیده است، مثل همو خر حرس میکرده است. شهیقا و هی تفور. الله میگوید دوزخ میجوشد. تکاد تمیز من الغیظ. الله با در همین سوره مبارکه بیان میکند زود است که از غضب این دوزخ میکفد، زود است که قریب که میکفد وقتی که دوزخی را در داخل خودش میبیند. کلما القی فیها فوج سألهم خزنتها الم یأتکم نذیر قالوا بلى قد جاءنا النذیر فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء ان انتم الا فی ضلال کبیر. الله میگوید وقت دوزخی که در قعر دوزخ میزده است، ملائکه میپرسیده است ای انسان، تو میدانستی که همین دوزخ هست، میدانستی که این گونه عذابهای رنگارنگ هست، آیا در بین شما کسی نبود که شما را خبر دهد؟ آیا در بین شما یگان پیغمبر یا یگان عالم و داملای وجود نداشت که شما را از دوزخ خبر دهد؟ آیا شما اینو نشنیدین؟ این دوزخی ها چی میگوید؟ میگوید مثل که خجالت زده، مثل آدم شرمنده سرها پیش خود و میگفتند کلما القی فیها فوج سألهم خزنتها الم یأتکم نذیر قالوا بلى قد جاءنا النذیر.
میگفتن بله بود در بین ما، بود شخصان بود که ما را از دوزخ خبر میداد، لیکن ما در عوض خبر اونها چیکار میکردیم؟ فکذبنا و قلنا ما نزل الله من شیء. میگفتیم اینا دروغ میگویند، اینا افسانه میگویند، این ملا و این ایشان و این شیخی که ما را از دوزخ خبر داده ایستاده است اینا گمراه هستند. ما این خیل میگفتیم. و قلنا ما نزل الله من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر. و قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا فی اصحاب السعیر. بعد میگفتن اگر در دنیا ما عقل می داشتیم، تصور کنید که آدم دوزخی عقل ندارد، به عقلی میکند. اگر ما در دنیا عقل می داشتیم، نسمعو به معنای که اگر ما در دنیا این پیشواها را گوش می انداختیم، ما کن فی اصحاب السعیر، امروز ما در این چاه دوزخ نمی افتیدیم. افسوس که اینها را گوش نکردیم، افسوس که به اینها حواله نکردیم، افسوس که اینها ما را وقتی گفتن بی نماز بدبخت است، بی نماز از رحمت الهی دور است، ما را قهرمان کرد، ما را قهر کرد، ما را غضب کرد که این چه حق دارد که بی نماز تنقید میکند. ما وقتی گفتیم که عرق نوش از شفاعت حبیب خدا محروم است، ما را در دنیا قهر کرد. ندانستیم که این ملامت و مذمت این برادر برای ما فایده کلان داشته است، ما اینو نفهمیدیم. الان امروز با چیکار میکنیم؟ از عذاب پروردگار میچشیم. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعیر. پروردگار چی زیبا بیان میکند، در آخر بعد چی میگوید؟ فاعترفوا بذنبهم. بعد گناهگار وقتی در دوزخ خودش را میبیند، در گناه خودش اقرار است، میگوید در اصل جای من باید دوزخ باشد. خودش میگفت است، خودش میگفت است که من ارزنده دوزخ هستم، زیرا که در دنیا ناسپاسی کردم. خودش در گناه خودش میگوید قائل است. و در آن داخل الله گفت ولا طعام الا من غسلین. اونها طعام ندارند، چگونه ای که برای جنتی ها طعام های رنگابرنگ، نوشاکی های رنگابرنگ، میوه های رنگابرنگ، لباس های رنگابرنگ، خانه ها، کوشک های رنگابرنگ است، برای دوزخی ها اینها وجود ندارد. الله گفته ایستاده ولا طعام الا من غسلین. دوزخی طعام ندارد مگر غسل میخورد، غسلین میخورد. غسلین چیست؟ غسل این زرداب، این خون که از بدن دوزخی ها جدا می شود، آن زرداب و آن خونی که در حالت عذاب دوزخی از بدن او جدا می شود، اینها را در ظرف ها می گیرن و برای دوزخی ها در حالت تشنگیشان می دهند. زرداب و خون و چرکی که از بدن دوزخی ها جدا می شود. لا یأکله الا الخاطئون. پروردگار گفت بسیار درشت است این زرداب و این چرک و این خون بسیار چیزی وزنین است برای نوشیدن، برای خوردن، لیکن یقین دانند که این خطاکارها میخورند. این کسانی که در دنیا خطا کردند، کسانی که در دنیا پروردگار را اطاعت نکردند، این خوراک اونهاست. گفت لا یذوقون فیها بردا ولا شرابا الا حمیما و غساقا جزاء و وفاقا. پروردگار لا یذوقون فیها بردا ولا شرابا. الله میگوید دوزخی در دوزخ هیچ وقت آب خنک نمیبیند، بردا ولا شرابا. هرچند که حرارت بدنش گرم هم که شود، هرچند که همون جایی که عذاب است حرارت گرمی هم داشته باشد، برای او آب خنک داده نمی شود. ولا شرابا، با او شربت داده نمی شود، نوشاکی داده نمی شود. الا حمیما و غساقا،
الله گفت فقط به او حمیم داده می شود، به او غساقا، به او زرداب و خون و چرک داده می شود. حمیم گفته آبی جوش می گوید. تسقا من عین آنیه، انا همون عین آنیه، همون چشمه هایی که از آب جوشند. وقتی که دوزخی تشنه می شود، وقتی آب طلب می کند، در ظرف ها برای او این داده می شود. سوره محمد که در قرآن وجود دارد، الله میگد و سقوا ماء حمیما فقطع امعاءهم. پروردگار میگوید وقتی که نوشاکی ها را و دوزخی ها داده میشه که نوشید، و سقوا ماء حمیما، این آب جوش نوشید، وقتی می نوشند فقطع امعاءهم. پروردگار گفت وقتی که همین آب که به درون رفت، فقطع امعاءهم، روده هاشان تیکه تیکه می شود، داخل عذاب، نوشیدنش مشکل. لیکن اگرچه نخواهی هم تو را مجبور میکنن که نوش اینه، نوش. تو در دنیا از این ده بدترهاش نوشیده بودی. تو در معرکه ها مردم با این از این ده بدترهاش قطعی چیکار کردی؟ مردم از عقل بیگانه کردی. امروز اکن برای تو انا همین و جزاء اوفا، جزای مناسبی برای تو هست. انشاءالله من این در باب این گویم طعام و شراب دوزخی ها به خلاصه آمدم که وقتی خیلی موضوع کلام بوده است، خواستم یک خیلی وقتی زیاد شاید یکان نیم ساعت زیادتر در اطراف این انشاءالله من صحبت میکنم، تا که ما و شما باید که از عذاب دوزخ و باید که ما و شما از راحت جنت باید درکدار باشیم. انشاءالله اینا هم و خودشان یک موضوع خاصه ای دارن، من برای شما مفصلا بیان میکنم، لیکن از بس که اینجا سوال های زیاد آمده است، همینا را من برای شما جواب گویم. محترم داملا حاجی میرزا، این سوال مرا تعجیلا امروز جوابش را بدهید. پدر و مادر من صاحب 5 فرزند هستند، در یک حولی زندگی دارند، اما ما بین آنها طلاق وجود دارد. در این باره ما فرزندان چه گونه رفتار کنیم؟ البته اینم یک گویم خیلی یک مشکلات این فرزندها گرفتار هستند که در این خانه گویم پدر و مادر هست، 5 فرزند از اینها هست، لیکن در بین اینها طلاق وجود دارد. اگر با این طلاق اینا زندگی کنند، زندگی اینا حرام هست. ولی بسیار انسان ها هستند که طلاق میکنند، بعد طلاق باز زندگیشان دوام دادن میگیرند، لیکن یقین دانند که بعد طلاق زندگی حرام است. دیگر اون زن برای تو زنی بیگانه است. هر باری که با او خانه‌داری میکنی همچنان است که با یک زنی بیگانه خانه‌داری کرده ایستاده. تصور نکن 5 فرزند دارم، 6 فرزند دارم. اگر 10 فرزند داشته باشی طلاق کردی، زن برای تو طلاق می شود. لیکن این طلاقی کرده این پدر برای این فرزندا گویم یک مصیبت است. اینا دیگر آن راحت و آن تربیه‌ای که از پدر و مادر گرفتن در کار، دیگر اینها از این محروم هستند. دیگر همیشه در بین این زن و این مرد جنجال ها وجود دارد، همیشه در بین اینها نافهمی ها وجود دارد. برای همین من نمیدانم این چگونه طلاق کرده است، و از همه بهتر همین است که طلاق شما رفته در اداره مرکز اسلامی، اداره مفتیات در مراجعت کنید، کاری کنید که در حال در بین شما یگان فتوای یافته دهند و زندگی تان برقرار کنید. اگر علاجش باشد و علاجش نباشد، دیگر شما در یک خانه گوییم که هم تو یکی از شما مردی بیگانه، دیگرت همچه یک زنی بیگانه به حساب می روی. السلام علیکم داملای شیرین سخن. من یکی از مخلصان به همتای شما هستم. من یکی از ساکنان دهات کوچک تاجیکستان، انیقترش دهه حلقیار، ناحیه خاولین. از دهه تا حصار من سفر داشتم
در هر کجایی که بودم، چه در شهر قرغان تپه، چه در ناحیه وحدت، چه در ناحیه رودکی و در هر گوشه شهر دوشنبه و در حصار، ثبت آواز شما رو شنیدم و از این خیلی چیزها را فهمیده گرفتم و شاهدی در نماز ویران کردن بعض جوانان بودم که در وقتی در رکوع و سجده گپ می زدن و به هر طرف نگاه می کردن، از جایشان به هر طرف می روند و از مسجد می برایند، در راه یکدیگر را دشنا و حقارت می کنند. بعضی ها این را دیده در آن عقیده اند که پسرانشان را به مسجد رفتن منع می کنند، می گویند که در خانه بخوان. شما که داملای محترم که حقیقت را می گوید و پشتیبانی از اسلام، وارثان پیغمبر هستید، این را به همه فهمانید. در حق من دعا کنید. با احترام، یکی از مخلصان اشدی شما، محمد رسول. در مسئله نماز ما که بیان کردگی بودیم، قریب 4 جمعه ما در اطراف فضیلت نماز و ترتیب نماز صحبت ها داشتیم و باز این برادر که از ما سوال کردن، به همه شما همین رسانیدنی هستم که نماز این یکی از 5 رکنی که در اسلام هست، یکی از اونها اسلام، یعنی یکی از اونها نماز به شمار می رود و نماز بی نهایت گوییم که شرف و قدر انسان در دنیا و در آخرت بلند می کند. لیکن جوانای عزیز، نماز خیلی با دقت خوانید، نماز با حضور دل خوانید. حتی از سوره مؤمنون من برای شما گفته بودم که نجات یافت مؤمن ها همان مؤمنی که در نماز خاشع باشد، همان مؤمنی که وقتی در بالای جای نماز می براید همه کار دنیا برای او حرام باشد، همه گوییم تمامی آن چیزی که از هوش و گوش، آن حسیاتی که دارد، همه را به سوی پروردگار روانه کند. بهترین نماز باید که شما ادا کنید. در حالت نماز خواندن باید شما حرکت های بیجا نداشته باشین. شما به هر طرف نگاه کردن در حقوق ندارین. شما باید فقط به سجدگاه تا نگاه کنید. هر یک رکن نماز با آرامی انجام دین، رکوعای دراز کنید، سجده هاتون هم طولانی باشد، تسبیحاتون هم با حضور دل باشد، همان سوره هایی که میخوانین، همان صلوات هایی که در داخل نمازن، همه اونا را آهسته ملایم خوانید که هر کدام او با تلفظ درست از شما صدا دهد. در هیچ یگان آیت، در هیچ حدیث، در یگان کرده عزیزان ما و شما نه آمده است که نمازها در نماز گوییم که دوستان خدا به هر طرف نظر کرده باشند، بی پروایی کرده باشند. در نمازاتون خیلی با دقت باشید. اگر در نمازها به اهمیت و به پروا باشید، پس این نماز شما در نزد پروردگار هیچ گوییم که قدر و قیمت ندارد. اون حضرت صوفی الله را یادتان باشد، من مصرع‌های شعریش خوانده بودم که وای میگفت دل جدا زبان جدا باشد، او کجا طاعت خدا باشد. دل جدا زبان جدا باشد، او کجا طاعت خدا باشد. وقتی که دل با زبان یک جا نیست، دل دیگر چی میخواهد، زبان دیگر چیز میگوید، این کجا طاعت پروردگار است. جسم در خانقاه و دل در سیر، این چونین بندگی چی خط و چی خبر. جسم تو بالای جای نماز است، لیکن تمام خیال تو در کوچه است. این از کجا میگوید؟ این چه عبادت است؟ دست در صبح، زبان در یاد، دل در انجام دنیوی فریاد. در دست و تسبیح سبحان الله، الله اکبر میگوی، لیکن دل تو فقط و فقط گوییم که در نظارت بیرون، در نظارت دنیا هست. این تسبیح تو از کجا قدر و قیمت می‌یابد؟ ظاهر خود حلقه پوشی ها، باطن خود مکر و فریبی ها. بیرون ظاهر و بسیار با یک آدمی با تقوا و با ایمان مانند است، لیکن داخلت همه مکر و فریب است. حضرت در آخر گفتند این چی طاعت، چی بندگی باشد، مردنت به که زندگی باشد. از این گونه عبادت و از این گونه گویم طاعتی که تو به سوی پروردگار میکنی، از این دم مردن بهتر گفتن حضرت. زیرا این طاعت عبادتی تو هیچ قدر و قیمت ندارد.
السلام علیکم آبای حاجی، ما با چنین سوال به شما مراجعت داریم. بر شخصی چلاق و عوام نماز خواندن چگونه جایز است؟ بر ما فهمانید لازم است. فرق ندارد انسان در کدام حالت قرار نداشته باشد، نماز بر ذمه او فرض است. حتی آدمی که چلاق هم که باشد، گویم همون پایهاش کارم که نمیکردگی باشد، یعنی چگونه ای که برای او مناسب است خودش نگه داشتن، انا همون زل نمازش میخواند. چگونه ای که برای او حالت نشستن، حالت کج پهلو یا حالتهای چگونه ای که برای او مناسب است، همون گونه نمازش خواند، در نزد خدا نمازش قبول است. یا آدم عوام، آدمی که گویم که یعنی از آیتهای قرآن شاید که درست خواندن نمیتواند، یا شاید که دیگر زبانش تلفظ کردن همین آیتهای قرآن ده راست نمی آید، اینم که اگر چگونه ای که همون حفظی که دارد همون گونه نمازش خواندن میگیرد. لیکن در برابر این باز در پیش یگان شخصی که پیشواهایی که دارند، همون سوره هایی که میداند و اونها را در نماز میخواند، همون گونه چیکار میکند؟ رفته اونها را از پیش یگان پیشوا باز میگذراند. السلام علیکم اکی حاجی داملا، طریق درست نکاح گذرانی چگونه است؟ خواهش میکنم تیزتر جواب گویید. طریق درست نکاح گذرانی چگونه است؟ حبیب خدا میگوید اربع من سنن المرسلین، 4 چیز از سنت های پیغمبر خداست. یکم الحیا، حیا داشتن، این یکی از سنت های پیغمبرها هست که باید همه ما و شما هم با حیا باشیم، حیا داشته باشیم. دوم و تعطر، دوم چیزی که سنت پیغمبر هاست خوشبویی کردن است. من چندین بار در اطراف این صحبت داشتم، باز با شما تأکید میکنم که امروزها خوشبویی ها الحمدلله در این بیرونهای مسجد فروخته می شود. از زمانها گرفته استفاده برین، همیشه بدن شما باید خوشبویی کند، چی در نماز چی بیرون نماز باید که خوشبویی در شما وجود داشته باشد همیشه. و سواک، سیوم سواک، مسواک کردن، دندانها را شستن، اینم از سنت جمعی پیغمبر هاست. و چهارم النکاح گفتن، نکاح هم سنت از سنت های رسول اکرم به شمار می رود. فمن رغب عن سنتی فلیس منی، حبیب خدا گفت کسی که اگر از همین سنت من، یعنی از همین چه از خوشبویی، چه از حیا، چه از مسواک، چه از گویم نکاح اگر پشت میگرداند، وای از ما نیست گفتن حبیب خدا. لیکن افسوس که زرانیدگی باشد خیلی کم است، خیلی کم است. شاید از 100 نفر یا 2 نفر یا 1 نفر باور که یافت شود خلاص. اکثر نکاح های شب همش باور که آلوده خرافات و بدعت و دیگر گناه ها قطعی آلوده شدگی هست. شبی دراز گویم نکاح میکنیم، مردم زیاد جمع میکنیم، خب از آن جمله گویم دخترهای زیاده که عفت ندارن، دخترهای زیاده که گویم هیچ کدامش یگان رویمال و یگان گردنبند در گردنهاشان وجود ندارد. اطراف دختر ما و شما در جمع میشوند 20 نفر 30 نفر، بعداً طلباتشان چی است؟ فقط همین است که زمان این دختر تن و نفس خودش را با این جوان میبخشد که اگر شما 50 یا 100 سامانی با اونها دید، کدام شما پیش راه همین کار را گرفتین؟ کدامت؟ وقتی سوال می شود، وقتی جواب کی میگیریم، باید شما را عملی کنین، آخر اینو در عمل اجرا کنین. آن دخترایی که از گویم که جانب شهر 100 سامان و با زیادتر شعال آیسته آیسته امروز 100 سامان شده است. آلی آیسته آیسته اون روز یک جوان گفت که ما در یک معرکه اشتراک داشتیم $100 گفتن. آلی آیسته آیسته همین هم رفتن میگرد اگر پیش راه همی کار ما نگیریم. و چی حقوق دارد که 100 سامان یا $100 ما و شما را میگیرد؟ چی حقوق دارد؟
و چی خدمت کرده است در حق دختر ما و شما؟ برعکس با این گونه دخترها اگر دختر ما همنشین میشد، امروز کسی برای سراغ او نمی آمد، در 20 و 25 میرفت، شوهر نمی یافت. اما و شما پروا ندارید. بعدا وقتی که میگیم خیلی نکاح را که سر میکنیم، اکو خیلی زنکا میدانند. نه، زنکا نمیدانند. تو مسئول هستی در نزد پروردگار، تو در نزد خداوند جوابگو هستی. برای همین باید نکاح روبرو شود. نکاح شاهد امروز باید ما ترک کنیم. این شاهد بازیش این یک گویم که امین یک نکاح امروز دویم درجه یا سوم درجه هست. نکاح باید روبرو شود، دختر از یک طرف، بچه از یک طرف. در بین باید داملا موعظه کند، حق شوهر و حق زن باید خبر دهد و بعدا نکاح اینها را بندد. این از طریق درست نکاح. جوانان را میبینید امروز شکر خدا اینقدر پیشرفت در علم شده است، میره میبینی بالای کرپچه با همون پتینکاش نشستگی هست. چه حاجت است؟ این هم یکی از خرافات است. برای همین شبهای نکاح را باید شبهای خیلی گویم با موعظه و با پند و نصیحت گذرانیم. ما یک بار برای شما گفته بودیم که همون شب توی باید شب نکاح باشد. مقصد از ما چی بود؟ مقصد شما یک روز دیگر را برای نکاح جدا نکنین که خراجات بیهوده می شود. لیکن هیچ بهبودی از بعد جواب گفتن نمی بینیم. هیچ بهبودی نیست. کوشش کنین همت الحمدلله همون نکاحی که می شود بین همون دو مسلمان می شود و همون نکاحی که می شود بین همون دو تاجیک می شود. پس با یک دیگر مصلحت کنین. شب نکاحتون شبی باید که با پند و نصیحت باشد، شبی کم اسراف باشد و این شب برای شما بهترین شب باید به شما رود. بسیاری چیزایی هست که امروز در اقتصاد ما و شما زلال دارد. یکی شما میگه خیلی چی گپی ندارد. نه، گپ دارد. عاقبت مشکلات های زیاد میارد. دیگر ما و شما این بعد از بالامان بیرون کردن نمیتوانیم. یک نفر شخص میآید یا نمازخوان است، میبینی آدم مسلمان است، میآید اون نام شهجت است، میآید همین قدر خبر میدهد که یک ساعت پس شه میآید. باید این شهجت حتمی که یا جامعه یا کرته باید یا پول داده شود که شه می آید. شه آمدی چی گپی نه، یک آدم خاکی بود است آمدن بگیرد نمی خانه. با برای آمدن او چیکار کنی؟ چی چیزای نادرست داری؟ همه اینا خراجاتن. 4 کرپه که خودمان پولش دادگی از بالای ماشین می فرارد. این کسا میگن کرپه خنبون چی از با چی نامی دارد، اینم پول دادن در کاره. یک آدم دیگه یک تخت دیگر را راست میکند، اونم پول دادن در کاره. همه این پول دادن در کار. اگر برای اسلام و برای ثواب گیم، اینا نه از اسلامن نه ثواب دارن. باید اینا در ما و شما مبارزه بریم، اینا را از بین دور کنیم. آخه همون مبلغایی که در او صرف میکنیم را در بهبودی خانه و در کمبودی های خودمان صرف کنیم، انشاءالله این در ما اجر ثواب میگیریم. با یک گروه گویم که اوباش میگن اینا را، این شهبازگیرا را در خد راه سادگی باز مثال طلا و تارای، اینش حرام است. اینش مجبور کردن، اینمی غصب از راه گویم که یک میداری یک آدم او مثال پول و مالش میگه، مثل همون است. این میرم در تمام محله ها وجود دارد، در تمام محله ها. ما دوست می‌داریم مثال می‌خواهیم که خیلی همون نماینده های محله ها، فعال های همون محله ها، پیشواها و سرورای همون محله ها هم برای پیشگیری همین شهدات چیکار کنند؟ کوشش کنند.
همون روزهای توی مثال هیچی گپی همون 1 ساعت یا نیم ساعت باید صرف کنیم و نگذاریم که همین معرکه در محله ما رخ دهد. السلام علیکم بابای حاجی، از شما خواهش میکنم که با سوال من جواب گردانید. میگویند که در شب قدر، شب عید فطر، شب عید قربان مرد با همسر خودش همخوابگی کند فرزند صالح به دنیا میآید. این درست است؟ در همه شب همخوابگی با زن هیچ جنایت و هیچ گناهی نیست، لیکن فرزند صالح این عطیه پروردگار است. اگر خداوند برای تو نصیب گردانیده باشد فرزند صالح میدهد و اگر نصیب نگردانیده باشد در هر شبی که با زنت خانه‌داری هم که کنی خداوند از فرزند صالح البته تو را محروم میگرداند. اگر خداوند در نصیب ما، در تقدیر ما اگر فرزند خوب کشیده باشد ان شاء الله غیر شبهای عید هم که اگر با زنت خانه‌داری که کنی خداوند همو را برای تو نصیب میکنه. زیرا اگر نظر کنین حضرت نوح پیغمبر بود لیکن فرزند ناصالح داشت، کنعان بچهش سخنش گوش نمیکرد، حتی از دنیا کافر گذشته. یک برادر دیگر اینجا سوال کرده بود، اون سوالش نخواندم، در بابی که همون شبهای نکاح در بعض جوانها امروز عرق نوشیده می روند، نکاحت باقی نمیماند برادر عزیز. برای شرم و حیام دور شدن، حالا که من حدیث از پیغمبر خدا خواندم که حیا این سنت حبیب خدا هست، باید با حیا باشی. اینجا همون سوال کردن در باب همین نکاح و در باب اون چیزی که بود من گفتم. شما می توانید پدرای عزیز و برادرای عزیز کدام شما زن میگیرین، باور که این چیزایی که من گفتم همش زیادی و همه این در بخت تو زلال دارن، در زندگی تو زلال دارن. امروز شما جوانای عزیز اگر جوان مردی تانه میخواهید نشان دهین، دلیری تانه میخواهید نشان دهین، امروز همین عدد ماشین هایی که میروند و میآیند با 20 و 30 رسیده است، همین ها را کم کنین، همین ها را کم کنین. انا جوان مردی، شما پیش راه اسراف بگیرین، شما با اسراف مبارزه برین، انا این نشانه جوان مردی شما هست. 20 ماشین 15 ماشین در پیش هر یک بوت هایی که میگذارین، اینقدر رنگ باره که اونها را میکنین، چه حاجت است؟ اینا از یگان رسم و اصول اسلامی ما نیستند. السلام علیکم داملا، سوال: اگر در مسجد قوم جمع شد در این حالت امام اشتراک کردن نتوانست، نماز را چگونه به جا بیارند؟ اگر از اهل جماعت قرآن خوان نباشد یا شخصی که قرآن خوان نباشد امامتی کردنش درست است یا نه که نماز جماعت را خوانده دهد؟ خواندن نمازهای گذشته درست می شود که قضای آن را بجارند. البته نمازهای قضای گذشته به ذمه همه ما و شما واجب است، باید نمازهای قضای گذشته را ما خوانیم. خب لیکن امام وقتی اشتراک نکرد در همون داخل قوم، کسی که اگر گویم نماینده هاش باشد، نماینده هاش نباشد، در بین همون قوم کسی که ذره بهبودی دارد از قوم دیده همون پیش در آمده نماز خواندن میگیرد. اگر میبینیم که همش عوام است، همش جاهل است، اقتدای جاهل به جاهل درست میشه. یک جاهل شب پیش میدراریم دیگرش از پسش خواندن میگیرن، درست میشود. فقط عالم از پس جاهل نمازش درست نمیشود. یا گویم که قاری را از پس گویم یک آدمی عوام باشد، عامی باشد، از پس او درست نمیشود. جاهل به جاهل اقتدا کنه درست میشود نمازش. السلام علیکم داملای عزیز، خواهشمندیم با سوال ما مفصل تر جواب دهید. درباره ارتیش خیرات میت در یگان کتاب مبلغش معین کرده شده است یا نه؟ در محله ما یک زن جوان صاحب 4 فرزند نابالغ از کسلی دور و دراز از دنیا گذشت و پسندازی نداشت. ما خواستیم که 1 سامانی خیرات کنیم، ولی داملا و موی سفیدان گفتند که نه کم از 2 سامانی خیرات کنید که جنازه می خواندگی ها دیگر نمی آیند. ما حیران چیکار کنیم؟ خیلی موی سفیدی که برای 2 سامانی میاد نیاید و بهتر است.
همون جنازه ای که برای سامانی خوانده شود از او هیچ فایده به میت نمی رسد. ما باید که همچون یک برادری مسلمان من گفته، همچون یک قرض و همچون یک از واجبات ایمان دانسته باید در جنازه چی خواهر باشد چی برادر باشد باید اشتراک کنیم. اگر ما به خاطر آن که وای مثال پول میدهد یا زیادتر میدهد اگر رویم، این حالت ما و شما از ثواب جنازه هیچ چیزی برخوردار نمیشویم. حبیب خدا گفتن کسی نماز جنازه میخواند 1 قرات ثواب در نامه اعمالش نویسنده میشود. 1 قرات ثوابش مثل یک کوه احد که وای خیلی اندازه کلان دارد، مثل یک کوه احد گفت در نامه اعمال شما خداوند ثواب مینویسد. کسی با سر قبر رفته دعا میکند، این حالت 2 قرات در نامه اعمالش گفت خداوند مینویسد. که به خاطر ثواب میریم ما، به خاطر که پروردگار همه رحمت و مرحمتش به نسبت این مؤمن روا ببیند. این خیلی گویم که یگان جا معین شدگی باشد که حق خیرات فلان سوم، در یگان کتاب حق خیرات گفتگی وجود ندارد. شکر خدا اینه در محله ما با سرداری همین وکیل محله حاجی رجب علی ما خودمان شکر خدا دلالت کردیم قریب از 10 جنازه ممکن 1 جنازش خیرات کند. اکثریتش مثال بینوا هستن، فقیر هستن، به خودی خاندار میبخشیمش. جنازش خوانده رفتی استی، هیچ جای گناهگاریش، یک یاردم یک کمک میشود. این چی معنی دارد که ما 1 سومه پرتای 2 سومه گیری؟ او یاردم آوردیم ما به خاطر یاردم آوردیم. من 1 سومه آوردم دادم یا 5 سوم دادم به خاطر که همین خاندان از پول من برخوردار شود. وقتی 1 سوم دادم 2 سوم گرفتم این جبر میشود. درباره خیرات ها ما صحبت داشتیم، شما می توانید از همون کسیته ها گوش اندازید. السلام علیکم حاجی حضرت، اگر پول داشته باشی ادای حج ضرور است یا همون پول رو به کم بغل ها تقسیم کنی؟ نه، این وقتی انسان صاحب دولت می شود به ذمه او فرض می شود که رفته حج کند. اگر وای پول حج در کم بغل ها تقسیم کرد وای در نزد خدا برای نرفتن حج گناهگار می شود. وای باید که حج رود. بسیار از آدمای دولتداری که خدا را شکر امروز صاحب پول حج شدند باید که حج رفته، این هم یکی از رکن اسلام به شمار می رود، رفته حج کنند. بعد آمدن از حج مرحمت دفعه دوم نروند، دفعه سوم نروند. اگر همو پولی که در دستشان هست اگر کم بغل ها و فقیرها و مسکین ده تقسیم کنند، انا این حالت ده ثواب میگیرند. لیکن 1 بار در عمرش به ذمه هر یک شخصی به دولت حج کردن فرض است. السلام علیکم داملا حاجی میرزا، فقط از شما یک خواهش دارم که من در حق شما بعض گمانهای بد و سخنهای نادرست میزدم، مرا ببخشید داملا. انشاءالله ما شما را بخشیدگی. این کدام برادری به دست در حق شما گمانهای بد و یا شاید سخنهای بد گفتن، ما انشاءالله هر کسی که تا امروز گفت یا آینده هم که میگد ما همش بخشیدگی هستیم، همش بخشیدگی هستیم. انشاءالله باید که ما زیر ملامت باید قرار گیریم، باید نسبت ما سخنهای بد و گمانهای بد بسیار باشد. انشاءالله این فضل ما است، انشاءالله این برکات همون است که ما یعنی چیز خدمت در راه اسلام کردیم. وقتی ما آرام باشیم، وقتی ما یگان سخن بد نشنویم، یگان شکنجه نبینیم، یگان فشار نبینیم، پس معلوم میشه که خدمت من هیچ نتیجه نداده است. انشاءالله این نشانه نتیجهش است. ما چه عذاب دیدیم؟ ما هیچ شکنجه ندیدیم. سخنهای وزنین ترینی که رسول اکرم و چهاریار میشنیدن اگر اونا را باور کن من یاد کنم و خدا قسم موی تنه ما و شما میخیزد. لیکن ما هیچ چیزی ندیدیم تا حال. برای من هر گمان بده که کردین انشاءالله من همه شما را بخشیدم و آینده هم که کنین من شما را بخشیدم. فقط به ضرر شما حل می شود که در نامه اعمالتان خدا گناه می نویسد. زیرا الله در قرآن یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا
کثیر من الظن ان بعض الظن اثم. زیرا پروردگار میگوید ای کسانی که ایمان بر خدا دارین از گمان پرهیز کنید که بسیاری از گمان این گناه هستند. شما گمان بد در حق یک برادر مسلمان تا نکنید. هیچگاه در حق او یگان بدبینی و یگان تهمت پیوست نکنید که شما در نزد خداوند جواب میگویید. لیکن هر کسی را که ما در حق او تهمت، بهتان، گمان بد میکنیم وای برد میکند، وای غلبه نسبت وای هست. زیرا روز قیامت از ثوابهای تو میگیرد و گناهاش در تو میبخشد. هیچگاه میلش در راست ما کردین ما شما را بخشیم، لیکن در راست هیچ برادرتون شما گمان بد نکنید. هیچ برادرتون در قفای او شما غیبت و تهمت نکنید. همین مؤمن اساسی، مسلمان اساسی شوید. چگونه که آیت جمعه پیشین خواندم یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة. الله گفت در همین اسلام با پررگی درآیین، با زبانهاتون درآیین، با دستهاتون درآیین، با شکمها و پایهاتون درآیین. در یک قسمش ایمان داری و در یک قسمش ایمان نیاری، این نشانه منافقی هست. برای همین پرره مسلمان شوید. در قفای یک برادرتان سخنهای بد نگویید. ما و شما الحمدلله مسلمان هستیم که ما باید پراکنده نباشیم. ما با یکدیگر باید که دوست باشیم. باید در بین ما و شما شفقت و مهربانی باشد، غمخواری باشد. السلام علیکم دام الله حاجی میرزا. میخواستم با یک سوال بنده پاسخ میدادید. تکبری در اسلام گناه میباشد. عالمی را میدانم که همه او را حرمت و احترام میکند، لیکن او آدم را از روی داراگیش بها میدهد. اگر پول و مال و چیز داشته باشد به تو با روی خوش، با خنده و با دو دست سلام میکند، ولی اگر کم بضاعت باشی سویت نظر نمیکند. التماس با این گفته ها روشنی اندازید. دوم، آیا در ماه شریف رمضان با زن نزدیکی کردن درست است یا نه؟ در آخر از شما یک دعای نیک طلب دارم. البته در ماه مبارک رمضان بعد گشادن روزه تا سحر گویم، تا صبح، تا زمانی که ما و شما سحرخیزی میکنیم، تا همان زمان زنها در اختیار شما هستند. البته خانه‌داری در ماه رمضان فقط منع است از صبح صادق تا فرو رفتن آفتاب. بعد او شما می توانید که باز بعد گشادن روزه تا سحر زنها در اختیار شما هستند، خانه‌داریتون کردن گیرین. لیکن این برادر میگوید تکبری حرام است در اسلام و عالمی را دیدم که با آدمای ثروتمند و دولتمند و وظیفه‌دار خیلی گویم با تبسم و خیلی گویم با یک حالتهای بهترین مراسم میکند، لیکن آدمای کم بغل و کم بضاعت را تماما احتراف نمیکند، تماما احترام هم نمیکند. برادر عزیز، در این مسئله باید شما ملال نشوید، زیرا این از اول دنیاست. حضرت عمر میگوید عز الدنیا بالمال و عز الاخره بالصالح الاعمال. آخرت در عزت فقط به عمل صالح است گفتن، لیکن در دنیا عزت فقط به مال است. مال داری عزت داری، مال نداری عزت نداری. دنیا در همین قاعده هست. برای چی سخنهای حضرت سعدی را فراموش کرده؟ من برای شما خوانده بودم امروز خلق خیش بسیم و بزر کنند. حضرت گفتند ببین امروز خلق خیش بسیم و بزر کنند، بیزر اگر برادر زو هم حذر کنند. حتی برادر جانیش هستی یا گویم برادری که از یک مادر یک پدرش هستی، پول نداری تو برادر او نیستی. امروز در همین تجربه حیاتی های شما ندید، همت میدانین که در خانه های وجود دارد که یک بچه دولت دارد، بچه دویمش دولت ندارد. همون پدر مادر با دولت چه دوست میدارد، کم بغل چه دوست نمیدارد. همین شما نمیدانین، همت میدانین. همون برادر دولت دار گپی او سخن او تاثیر دارد، این به دولتش هیچ سخن هم ندارد، قدرم ندارد. اینو در تجربه حیاتی همه دیده ایستاده. حضرت عمر بیهوده نگفت عزت دنیا به مال است. در دنیا مال داری عزت داری، مال نداری عزت نداری. امروز خلق خیش بسیم و بزر کنند،
بیزر اگر برادر زو هم حذر کنند. ببین در دوام چی میگوید؟ میگوید زردار را به مجلس جای دی هم بسر، بیزر اگر بیاید جا تنگتر کنند. همه یک آدم پولدار و منصبدار که در آمد همه میخیزد، همه میخیزد. یک ملا طاقت نه، همه شما میخیزید، همه میخیزد. زردار را برده در بر بالا جای میکنند. امروز در دنیا در همین تجربه حاضره دیدید کو بیزر اگر بیاید جا تنگتر کنند. یک آدم بی صاحب، مثال آدم گویم فقیر و بی پول باشد، بعد جا را تنگ میگن، جا نیست خانه دیگه برینش. این است که آخر زردار اگر بمیرد خیشان و غیر گیریان، بیزر اگر بمیرد کمچشون تر کنند. اگر زردار میمیرد باور کنین همه گریه میکند، تمام آدم. لیکن آدم بیزر میمیرد یک کس گریه نمیکنه، یک کس آبی چشم نمیکنه. حتی من در یک گویم جنازه ها اشتراکی میکنیم امروز، در آدم بیچاره وقتی همون پول پرتایی میشود، آدم بیچاره در باور که 20 درمه 50 درمه میپرتایند. آدمی وقتی یک آدم منصبدار و وظیفه‌دار از دنیا میگذرد، همین آدم کمبغل دیدم 5 سوم پرداخت، 5 سامانی. حالا که 5 سامان احتیاج فقیر دارد، اون آدم پولدار و مالدار احتیاج به این پولی پرداخته تو ندارد. برای همین برادر عزیز در این ملال نشو، غمگینم نشو. دنیا را قاعدش همین سنت دنیا هست. دنیا همین خیلی قاعده دارد. و حضرت سعدی را خدا رحمت کند میگه در همه جهان اگر سری نیشتر است، اینمی دنیا اگر همه گویم که یگان خانه نباشد، دنیا گویم یک زمین راست هموار باشد و در یک گوشه همین یک میخی راست باشد، یک سوزن راست، در همین قدر دنیایی که گویم هیچ حد و کنار ندارد، یک سوزن در یک اطراف راست کردگی باشد، گویم یک خار در همون زمین باشد، در همه جهان اگر سری نیشتر است، در پای کسی خلد که درویشتر است. همون خار در پای یک آدم کمبغل میزند. میگه میزان که با همه راستی دارد، میلش طرفی بود که وزنین تر است. حتی همین ترازو را بین میگن، همین ترازو هم میگه یک چیزی حقیقت های، لیکن همیشه بارش نگه به طرف همون وزبینی میرود، هیچ وقت طرف همون رقم نال نمیرود، فقط همون هزار دا میرود. برای همین این مسئله را دادر عزیز شما غمگین نشوین. لیکن هر یک پیشوایی که، هر یک پیشوایی که، هر یک ملایی که، هر یک ایشان و شیخی که اگر یک آدم به خاطر مالداری و دولتداریش تعظیم کند، حبیب خدا گفت که از یک حصه دینت می رود. به خاطر دولتداری و مالداریش تعظیمش کند، همیشه همون را چکار کند؟ همیشه همون را گویم که صفت کند، به خاطر پول و مالش، به خاطر دینداریش نی. حبیب خدا گفت از یک حصه دینت رفت را. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. انشاءالله چگونه که برای شما وعده کردیم جمعه آینده اطراف زکات خدا خواسته باشه من با شما صحبت میکنم. سلام داملای عزیز که حاجی میرزا اپای من از شهر مسکو پیغام کرده است که شما او را دعای نیک دهید، چون که پسر بچه او را جراحی دل کردند. اعتقاد بسیاری اون نسبت شما ما را وادار کرد که این پیغام را به شما رسانیم. اینجا 20 سامانی روان کردن و گفتن که در حق همون فرزندشان دعا کنیم. این مادر از راه دور پیغام کردن. و اینجا یک برادرم برای یاردم مسجد اکای عزت الله هم از سیاو مبلغ دادن که در حق گذشتگانشان دعا کنیم. و کسانی که در صندوق خیریه خیر احسان میکنن که وی هم برای بهبودی همین مسجد صرف کرده می شود، دعا کنیم که خدای مهربان این فرزندی که
پیغام کردن که در حقش دعا کنیم. خداوند شفای کامل و شفای عاجل نصیب روزیش بگرداند. خداوند این فرزند به بابایه برساند و خدمتگار پدر و مادر و خدمتگار دین اسلام بگرداند. و تمام آن بندگانی که برای آبادی این مسجد خیر احسان میکنند، خدا گذشتگانشان رحمت و مغفرت بگردانی و خود ایشان خدا عمر دراز و خاتمه به خیر نصیب بگردانی. و تمام آن کسانی که در صندوق خیریه خیر احسان کردند، خداوند خیر احسانشان قبول و عاقبت کارشون خدای مهربان با خیر بگردانی. آمین و رب العالمین. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين ورب العالمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وإليه المصير. آمين. اللهم